بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. در 15مین مشکل ما به شما رسیدیم که از مشکلات داخلی 15مین مشکلی است که بعضی اوقات مجاهدین و لشکریان اسلام اینا بعضی اوقات اجتهادات میکنن که این اجتهادات از اونا چی می باشه؟ یا اجتهاداتشان خطا می باشه و یا هم به اساس بعضی تقاضاهای دیگه می باشه که از امر امیر جهاد چی میکنن؟ سرکشی میکنن و این یک چی هسته؟ یک خطا هست و یا یک اشتباه هست. اینا در این راستا این امیر و یا رهبر مسلمان ها در مقابل از این اشتباهات از اونا چی باید بکنه و توصیه ها برای از این مردم چی هست، کسایی که از مجاهدین در اجتهاداتشان خطا میشن. خب اصل مسئله در این است که ما شما در آیت 152 سوره آل عمران میخوانیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی در ساحه بدر رفتن، در سایه احد رفتن و اونجا به خاطر ترتیب و تنظیم اماکن استراتژیک برای مجاهدین اسلام 50 نفر از مجاهدین از صحابه کرام اینا در بالای یک کوه بود، یک تپه بود، در اینجا اینا را قرار داد و برای اینا گفت که شما 50 نفر تیرزن هستین، اینجا می باشین و به خاطر از اینکه وقتی ما در سایه معرکه می باشیم از پشت سر دشمنا در کمین می باشن و از اون را میان و حمله میکنن سر ما تا ما را مثلا از پیشروی اینا بگیرن و از پشت سر اونا حمله بکنن و مسلمان ها در وسط بانن. بنابراین رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از اینا توصیه کرد که شما در امام بخاری رحمه الله روایت میکنن، میگه عن البراء ابن عازب، براء ابن عازب رضی الله عنه میگه که قال جعل النبي صلی الله علیه و سلم على رجالة یوم احد و كانوا 50 رجلا. میگه بالای امو کسایی که تیرزنا بودن و 50 نفر بودن عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه را وظیفه داد که شما در رأس از اینا امو به حساب امیر از اینا باشین و اینا در امونجا چی کنن؟ در اونجا در بالای امو کوی رمات در امونجا باشن. این رأیتمونا، رسول الله صلی الله علیه و سلم برشانی قسم توصیه کرد، گفت این رأیتمونا تخطفنا، گفت اگر دیدین ما را تخطفنا الطیر، دیدن که حتی پرنده ها میان سر جسدهای ما و ما را میخورن، یعنی ما کشته شدیم و پرنده ها میان جسد ما را میخورن، فلا تبرحوا مکانکم، شما از اون جایتان حرکت نکنید حتی ارسل علیکم، تا که ما تعقیب شما کسی روان بکنم، شما را صدا بکنم که بیاین پایین شین. و این رأیتمونا هزمنا القوم و اوطعناهم، و اگر دیدن که ما امی دشمنا را شکست دادیم و ایا زیر قدمای ما شدن، فلا تبرحوا حتی ارسل علیکم، باز هم شما از جایتان حرکت نکنین تا که ما براتان یک کس روان بکنم. وقتی که اینا اونجا بودن و رسول الله صلی الله علیه و سلم امو توپوگرافی یا اماکن استراتژیک جنگی را که به می شکل ترتیب کرده بود که رمات در اونجا باشن، 50 نفر پایین نشن و دیگرها در مقابل دشمن صف بگیرن، به این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که اینا را توصیه کرد، مثل که ما شاگردا را توصیه میکنیم که زیاد خیر خیزک نزنین تو ذهن آدم خراب کردن میرن، اینال برشان میگیم که قرار بشینن درس گوش بگیرین. اینال چی کردن؟ وقتی که یک نفر به اطاعتی میکنه حتی در ذهن انسان خراب میکنن، در جبهه خود چی میکنه که بیخی خرابی میکنه. اینال وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اونا را گفت که شما این قسم منظم اینجا باشین و تا به هیچ شکل پایین نشین، اونا در اموجا بودن، دشمنا خواستن که از پشت سر بیاین و حمله بکنن، اونجا تیرزنا و اونا را مانع می شدن و اجازه نمیدادن که بیاین. خلاصه ای شد که فهزموهم، مشرکین چی شدن؟ در غزوه احد شکست خوردن. قال فانا والله، امی راوی که براء رضی الله عنه است، این میگه که قسم به الله است که میگه مرعیت النساء
یشتددن قد بدت خلاخلهن و اسوقهن رافعات. میگه من امو خانم هایی که آمده بودن در غزوه احد که در جمله از و هند هم بود، خانم ابو سفیان، که اینا مردها را تشویق میکردن برای جنگ. میگه من دیدم که حتی می زنا فرار میکردن از این معرکه وقتی که دیدن که مردایشان شکست خورده. میگه حتی امی پایایشان خلاخل و اسوق، میگه حتی امی پایایشان و پابندهای از یا کسن پازیبهایشان میگه معلوم میشد که همه تو گریخته میرفتن و که لباسهای خود بلند گرفته بودن و میگروختن. فقال اصحاب عبدالله ابن الزبیر، اینجا میگه در اینجا وقتی که اونا شکست خوردن و فرار کردن مشرکین، در اینجا میگه چی شد؟ همین کسایی که در سر کوه بودن از رماد، یعنی کسایی که زیر دست عبدالله ابن جبیر بودن، میگه یا گفتن الغنیمه ای قوم، گفتن او قوم حالا وقت شکست خوردن رفتن، ما و شما الحمدلله پیروز شدیم، حالا که دیگرها غنیمت میگیرن از پیش ما و شما میمونن. الغنیمت ظهر اصحابکم فما تنتظرون. دیگه اینال فقال عبدالله ابن جبیر، میگه اینا گفتن که چی انتظار میکنن؟ وقت شکست خوردن بین دیگه که بریم ما و شما هم امرای دیگرها غنیمت بگیریم. فقال عبدالله ابن جبیر، میگه عبدالله ابن جبیر بهشون گفت که انسیتم ما قال لكم رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا شما فراموش کردین چیزی که بر شما رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ قال والله لنأتین الناس فلنصیبن من الغنیمه. گفت قسم به الله هست که ما میریم پایین میشیم و از غنیمتی که حق ما میرسه باید ما هم بگیریم. فلما اتوهم صرفت وجوههم، میگه وقتی که اینا پایین شدن رویشان این طرف شد. میگه بعد از او دشمنا از پشت از پایان دیدن که یا نیستن تا شدن یک چند نفره که کم مانده دیگه اکثریتشان یا رفتن، دشمنا هم از پشت تپه آمدن حمله کردن و اقبلوا منهزمین. این میگه مسلمان ها چی شدن؟ شکست خوردن. در اینجا چی قسم شد که از پشت سر دشمنا از پشت سر آمدن، ایدگاهی که فرار کرده بودن اینا دیدن که صدای از اونا رو وقتی میامدن تو چیغ میزدن، صدای چیغ مشرکین که شنیدن و پس روی خود دادن، آمدن مسلمان ها در وسط ماندن، در وسط ماندن و از اون طرف حمله کردن یا از این طرف آمدن حمله کردن. این سبب چی شد؟ سبب شکست مسلمان ها شد. اینال اینجا چون اینا اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن و اینا این کار کردن، الله متعال چی میگه؟ الله متعال میگه ولقد صدقکم الله وعده، یقینا که الله وعده خدا با امرای شما راست کرد. یعنی وعده کرده بود که استحسونهم باذنه، میگه ای که شما اونا را چی میکنین؟ نابود میکنین و مغلوبشان میکنین، به اذن الله اینا را میکنین و این کار الله وعده خدا صدق کرد و شما کردین. حتی اذا فشلتم، تا ای که شما چی کردین؟ شما سستی کردین و تنازعتم فی الامر، و در این مسئله در بین خود اختلاف کردین، مجادله کردین و عصیتم و نافرمانی کردین من بعد ما اراکم ما تحب، من بعد ما اراکم، بعد از اینکه بر شما نشان داده شده بود شما چی کردین؟ نافرمانی کردین از امر امیر جهاد. خب ما تحبون منکم، وقتی که بر شما چیزی که بر شما نشان داده شد، ما تحبون منکم، اون چیزی که بعد از اینکه بر شما من بعد ما اراکم، بعد از اینکه شما را نشان داد، ما تحبون آنچه که شما دوست دارین. یعنی شما دوست داشتین که دشمنا را بالایشان کامیاب شوین و غلبه حاصل شود، الله بر شما امو غلبه را داد و کامیاب شدین و مسلمان ها پیروز شدن. لکن شما چی کردین؟ این شما اینجا از امر در مقابل امر امیر جهاد اجتهاد دیگه کردین، از دل خود منازعه کردین و مخالفت کردین. منکم من یرید دنیا، بعضی از شما کسایی هستن که دنیا طلبی میکنه، و منکم من یرید الاخره، و بعضی از شما آخرت میخواه. ثم صرفکم عنهم، باز شما را از اونا رویتان گشتان و شما را مشغول ساخت. لیبتلیکم، تا که شما را امتحان بکنه. اینا پس الله متعال اینا را دمت یک امتحان انداخت. به خاطر اینا چون ما و شما
عقیده بسیار خوب داریم به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که عقیده خوب به رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم، ما چی میگیم؟ ما میگیم که اونا اجتهاد کردن و در اجتهاد خود خطا کردن. یک، اونا اجتهاد کردن و در اجتهاد خود انسان وقتی اونا فکر کردن، یعنی قصدشان نبود که مسلمانان شکست بخورن، اصلا مشکلشان این بود که اینا وقتی چی میشد، وقتی دیدن که مسلمانان کامیاب شدن فکر کردن که موضوع همه قدر بود، خلاص مسلمانان کامیاب شدن. به هر صورت اینا اجتهاد کردن و در اجتهاد خود خطا کردن. ما همه میگیم با ادبی که با صحابه داریم. و نقطه دوم اینجاست که در آخر از این آیت وقتی که الله متعال برشان میگه که شما سست شدین و منازعه کردین و نافرمانی کردین، باز آخرش میگه ولقد عفا عنکم، یقینا که الله شما را عفو کرد. حالی که الله متعال اونا را عفو کردن و در آیت صریح قرآن است، ما باید امی آیت دمی قسمتش ایمان داشته باشیم. چرا الله متعال گفت که ولقد عفا عنکم، یعنی الله شما را عفو کرده. وقتی که الله اونا را عفو کردن، پس ما میگیم رضی الله عنهم، الله از اونا راضی باشه، چون الله در خطایشان اونا را چی کرد؟ عفوش کرد. و این عفو صریح قرآن هست. والله ذو فضل علی المؤمنین، و الله صاحب فضیلت است بر مؤمنان. خب این حال پس از این ما شما چی درس میگیریم؟ از این درس میگیریم که انسان‌های مؤمن، کسایی که در صف جهاد میباشن، مجاهدین واقعی وقتی که هستن، اینا باید وقتی که الله متعال میگه و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، شما اطاعت از الله بکنین و اطاعت از رسول بکنین و اطاعت از اولی امرتان بکنین. وقتی که امیر جهاد تعیین میشه، اطاعت ازی واجب است. البته او تو واجب نیست که در منکرات واجب باشه، بلکه اطاعت امیر در امور معروف واجب است که وقتی انسان راه درست و مثبت و نشان میده که اینی کارا بکنین، از اینجا حرکت نکنین، اطاعت اینجا واجب است. باید انسان امو کار که امیر میگه مطابق امر از او که با شریعت برابر است اطاعت بکنه. اما اگر امیر میگه که خودت آتش بر تو، یا امیر میگه نماز نخوان، یا امیر اگر کدام تا پیدا شود، بازدهی صورت در منکرات، باز اطاعت از امیر نیست. متوجه هستین؟ لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق چی معنی؟ یعنی برای مخلوق اطاعت نیست در معصیت خالق متعال، که کسی معصیت خالق بکنه و اطاعت از مخلوق بکنه. خب نقطه دیگه 16 نقطه که است، مشکل فرار از معرکه هست. یک تعداد وقتی که دشمن آمدن و حمله کردن، بعضی از صحابه چی میشدن؟ وقتی که بسیار فشار زیاد آمد، اینا از امو چیز فرار کردن. استسعدون، این هم یک مشکل است، لکن رای حلشی است. استسعدون ولا تلون علی احد. اینا میگه که وقتی که اینا فرار کردن به طرف همو کو بالا رفتن، وقتی که شما به طرف کو بالا میرین، ولا تلون علی احد، و هیچ توجهی به هیچ کس نمیکنین، و الرسول یدعوکم، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم شما را صدا میکنه، فی اخراکم، از عقبتان، از پشت سرتان صدا میکنه که نرین بالا، نشین، بین معرکه را ادامه بدین. فاصابکم غما بغم، باز میگه بر شما غم رسید بالای غم، دو غم سر به سر بر شما رسید. لکی لا تحزنون، تاکید که شما جگرخون نشین، علی ما فاتکم، به آن چیزی که از شما فوت شده، ولا ما اصابکم، و نه به آن چیزی که بر شما رسیده. والله خبیر بما تعملون، و الله با خبر است به آن چیزی که شما چی است، از آن چیزی که عمل میکنین. در این قسمت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگه که غم اول به سبب شکست بود، و آنگاه که گفته شد و رسول الله صلی الله علیه و سلم کشته شده، یعنی یک غم بسیار غم کلان بود که شکست خوردن، و گفت برشان خبر رسید که رسول الله صلی الله علیه و سلم هم به شهادت رسیده. و دوم غمی بود زمانی که مشرکان به بالای کوه برای آنان دوباره حمله کردن. اینا طرف کوه دویدن، دشمنات امی مشرکین طرف کوه هم از پشت سرشان آمدن. این غم دومی بود. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه میگه غم اول به خاطر شکست بود، و دومی وقتی که گفته شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم کشته شد. همین که میگه غم بالای غم آمد، این از این خاطر بود. غم اول چی بود؟ عبدالرحمن ابن عوف میگه
میگه شکست بود، این یک غم کلان بود. و غم دومی چی بود؟ میگه وقتی که بر از اینا گفته شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم کشته شده هست، به شهادت رسیده. این دیگه بسیار غم بزرگ بود و این در نظرشان شدیدتر و بزرگتر بود از شکست کردن. و سدی رحمه الله میگه غم اول به خاطر از دادن غنیمت ها بود و غم دومی به خاطر غلبه دشمن. خب این غم ها را علما به می قسم تفسیر کردن. به هر صورت اینجا هم چی شد که بسیاری وقتا مثلا از پیش بعضی ها مثلا اشتباه میشه که وقتی سر فشار زیاد آمد